وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از تاجیکستانی‌های مقیم روسیه خواسته است به کارت‌های بانکی شبهه‌ناک از جمله به گروه‌های ناشناسی که برای ضرر دیدگان مبلغ جمع می‌کنند پول نگذرانند. نمایندگی وزارت در روسیه در خبرنامه نوشت مهاجران باید از انتقال مبلغ‌ها به کارت‌های شخصانی بیگانه تشکیلات‌های کشورهای خارجی خودداری نمایند، چون برای این عملیات‌ها در روسیه جوابگری جنایی پیش بینی شده است. اما مقامات از یگان گروه نام نبرده تنها اشاره کردند که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه عالی روسیه چند سازمان بر روی خط تشکیلات‌های تروریستی شامل شده‌اند. مقامات در حال به مهاجران این هشدار را می‌دهند که اخیراً دادگاه‌های تاجیکستان چند مهاجر سابق را برای فرستادن پول به مخالفان حکومت تاجیکستان زندانی کردند. از جمله یک ساکن شهر وحدت برای انتقال پول به محمد اقبال صدرالدین، مؤسس سامانه اصلاح به 5 سال و یک ساکن اسفره برای کمک به گروه 24 به 13 سال زندان محکوم شدند. در تاجیکستان فعالیت سامانه اصلاح و گروه 24 ممنوع است. این سازمان‌های مخالف حکومت این قرار را قبول ندارند. دادگاه اسفره یک ساکن این شهر را برای تعلیم غیرقانونی دینی جزا داده است. در خبرنامه دادگاه آمده است این نفر به اجازه مقامات وکالتداری دولتی طریق برنامه اینترنتی اینستاگرام و واتساپ از سال 2023 تا این جانب به چند نفر از روی نوارهای چند روحانی افغانستانی تعلیم دینی داده است. نظر این مرد بازداشت شده که ساکن جماعت سرخ شهر اسفره میباشد به قضیه معلوم نیست. دادگاه میگوید او گناهش را اعتراف کرده است. دادگاه شهر اسفره این مرد را برای تعلیم غیرقانونی دینی 7020 سامانی یا $730 جریمه بست. در تاجیکستان بدون اجازه وزارت معارف تعلیم دینی دادن منع است، اما در کشور بجز دانشکده اسلامی گرفتن تعلیم دینی در دیگر جای عملا ناممکن شده است. آخرین مدرسه در تاجیکستان سال 2011 بسته شد. تا آن زمان 19 مدرسه وجود داشت. در مکتب‌ها فن تاریخ دین در صنف‌های 9 در یک هفته 1 ساعت آموزانده می شود که ماهیت دنیوی دارد. حامیان حقوق بارها از محدود شدن آزادی‌های دینی در تاجیکستان انتقاد کردند. یک کارمند شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه شهر توز از رسیدگی برق هلاک شده است. در این باره خبرگزاری ازیا پلوس گزارش داده است. و قبل این منبع اسام‌الدین قربان نظر 29 سال داشت و سنه 11 می هنگام کار در سیمچوب جان باخت. اعظم یوسف زاده رهبر فعلی شبکه تقسیمات برق گفته است این کارمند اداره برق وقتی در بالای سیمچوب می‌خواست برق را تعمیر کند، کسی زنجیره خط برق دیگر را که در جای کار او می‌گذشت روشن کرده است. مقامات این حادثه را تحقیق دارند. کارمند اداره برق که هلاک شد صاحب یک فرزند بوده است. از روی قانون‌های تاجیکستان به خانواده این نفر باید جبران پرداخت کرده شود، اما حجم آن معلوم نیست. هلاک شدن ساکنان از سیم برق در تاجیکستان در گذشته هم رخ داده است، اما این از کمترین حالت‌هایی است که یک کارمند اداره برق در وقت کارش جانش را از دست می‌دهد.